این پول در ناحیه واسه 8 ماه پیش صدمه شده بود. از آن وقت تا حال برای بازسازی آن کار انجام نشده است. در فضای رود یخسو جایگیر بوده بدخشان و کلاب را به مرکز تاجیکستان می‌پیوندد. حالا گذشتن از بالای آن خطرناک شده است. در حکومت ناحیه واسه گفتند که برای تعمیر پل میلیون ها سامانی ضرور است. یک لایحه شدگیه در 3 ماه اول، همین 3 ماه اول باید که وقتی مبلغ شماگر بگیم 40 میلیون سامانی قطعی اما چیز شدگیه مبلغ دوری باید شود. پل تابستان سال 2023 در نتیجه یک تصادف نقلیاتی به این حال آمده است. حالا روهای ماشین ها با نوبت به یک قسمت پل صورت میگیرد. در اداره راهسازی منطقه کلاب گفتند مانند این 4 پل دیگر نیز تعمیر میخواهد. 4 عدد پل در صدموی است. 2 عدد در ناحیه امدرای شهر کلاب، 2 عدد در ناحیه واسه. باید تعمیر پل راه بین المللی در 3 ماه اول سال 2024 شروع می شد. اما 3 ماه اول سال 2024 هم به آخر می رسد. ولی تعمیر شروع نشده است. در حکومت واسه برعکس گفتند در ناحیه 10 پل در حالت صدموی قرار دارد. 2 از این پل ها در راه بین المللی قرار داشته است. پل کلان در بین المللی داریم، قریب 10 تا پل در دهها داریم. با 2 پل دیگه مونم که با طلبات جوابگو نیست. صاحب کارو رئیس جماعت قطع دیو قطمون سپارش گرفتگی همین سال در جماعت دیوت میرعلی محمد علی از طرف صاحب کارون 2 تا پل ساختن. مشاهده خبرنگار رادیوی آزادی نشان داد که واقعا پل صدموی روز از روز خطرناک می شود. روای ماشین ها هم با احتیاط از بالای این پل صورت می گیرد. بزرگترین پل بالای دریای یخسو در حدود ناحیه واسه سال 1958 ساخته شده است. از آن وقت تا حال آن تنها تعمیر جاری شده است، یعنی رنگ و بار کردن پل. در صورت فرو رفتن آن راه استراتژی بین پایتخت و بدخشان بسته خواهد شد. اما در حکومت واسه گفتند که با گرانت خارجی پل تعمیر و راه بستن نخواهد شد. اما این تعمیر کی آغاز و کی انجام خواهد شد دقیقاً معلوم نیست. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه.